سرخط مهمترین خبرها: نماینده برق تاجیک برق قطع شود به ما زنگ نزنید. یک شرکت تاجیکستانی پروازها به فرودگاه ونوکووا را بس کرده است و پلیس دوشنبه از بازداشت گروه خبر داد که جوانان را می‌زدند. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 20 دکبر سال 2024 است. یک نماینده شرکت برق تاجیک از مردم کشور خواسته است در حالت قطع شدن برق دیگر به آنها مراجعت نکنند، بلکه به شبکه‌های تقسیمات برق زنگ زنند. قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک در فیسبوک نوشته است: قطع برق و پرداخت حق استفاده آن دیگر کار برق تاجیک نیست. احمدزاده نوشته است که صرف نظر از این مردم همانا شکایت‌هایشان را به سراغ برق تاجیک روان می‌کنند. سخنگوی این شرکت نوشته است: اهالی در حالت قطع شدن برق باید به سامانه شبکه‌های تقسیمات برق وارد شده رقم ضروری را برای تماس آنجا پیدا کنند. ما به رقم‌های شبکه‌های تقسیمات برق که در سامانه‌اش گذاشته شده است زنگ زدیم و درباره رجع انتقال برق پرسیدیم. نمایندگان این شرکت به سوال‌های ما پاسخ عمیق ندادند. با فرارسیدن سردی‌ها شکایت‌ها از قطع برق در کشور زیاد شده است. به جز منطقه ها حتی ساکنان دوشنبه هم میگویند برقشان زود قطع می شود. از جمله شام 19 دکبر در مرکز شهر دوشنبه برق برای تقریبا 1 ساعت قطع شد. مقامات هنوز نگفتند که چرا این حالت پیش آمد، اما برخی کاربران با اشاره به قطع سرتاسری برق تخمین کردند که شاید صدمه رخ داده است. از آخر ماه سپتامبر در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. در پی درماندن ده‌ها مهاجر تاجیک در مسکو، شرکت سامان ایر پرواز به فرودگاه ونوکووا را بس کرده است. نمایندگان شرکت در دوشنبه رسما در این باره خبر ندادند، اما کارمند نقطه بلیط فروشی سامان ایر در فرودگاه ونوکووا در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت این شرکت تاجیکستانی فعلا به ونوکووا پرواز انجام نمی‌دهد. در یک از شرکت‌های بلیط فروشی دوشنبه هم این معلومات را تصدیق کرده گفتند فعلا از فرودگاه دوشنبه به ونوکووا تنها شرکت روسی یوتر پرواز می‌کند. با این وجود هواپیماهای سامان ایر به 2 فرودگاه دیگر مسکو، دمدیدو و ژوکوفسکی و همچنین به چند شهر دیگر روسیه مسافر میبرند. بعد از ماه مارس و حمله به کراکرس، ده‌ها مهاجر تاجیک در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی روسیه درماندند. بیشتر این شکایت‌ها از فرودگاه ونوکووا به رادیوی آزادی رسیده بود. مهاجران تاجیک گفتند آنها را بدون دلیل از روسیه به تاجیکستان برگرداندند. پلیس دوشنبه میگوید یک گروه جنایتکار را بازداشت کرده است که جوانان را برای پول لطوکوب میکردند. در نواری که ریاست کارهای داخلی پایتخت نشر کرد دیده می شود چند نفر یک جوان را کشاله کرده میزنند و جوان از آنها زاری میکند که لطوکوب را بس کنند. به اطلاع پلیس دوشنبه جوانی که لطوکوب می شود کامران بابایف ساکن 20 ساله پایتخت است. این جوان در نوار میگوید که به خدا بس یک عزیز میمرم. با سبب محدودیت های یوتیوب ما این نوار را پر نشر کردن نمیتوانیم. در خبرنامه رسمی آمده است عزیز ازبکوف ساکن 26 ساله ناحیه فرخار با چند نفر گروه جنایتی تأسیس داده برای پول نورسان را لطوکوب میکردند. نظر ازبکوف و شریکش معروف نعیموف به قضیه معلوم نیست. آنها در حضور کارمندان پلیس حداقل از 2 حالت نقل میکنند که نورسان را عذاب دادند. پلیس دوشنبه میگوید نسبت این نفران پرونده های جنایتی آغاز کردند، اما نگفتند که با کدام اتهام. مقامات گفتند دیگر شریکان آنها را جستجو دارند. این نوار در شبکه‌های فیسبوک و اینستاگرام واکنش‌های منفی را به میان آورد و بسیار کاربران طلب کردند که افرادی که این جوان را لطوکوب کردند جزا بینند. این بار اول نیست که نوار عذاب دادن جوانان در شبکه‌ها پخش می شود. بینندگان عزیز، به نظر شما چرا جنگ و زنازنی میان جوانان تاجیک تمام نمی شود؟ لطفاً به این بحث همراه شده نظر خود را در زیر برنامه نویسید. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روی خط احتمالی آوازدهندگان در انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده را اعلام کرد. به حساب کمیسیون انتخابات شماره احتمالی رای دهندگان در کشور کمی بیشتر از 5.5 میلیون نفر است. از 63 وکیل پارلمانی تاجیکستان 22 نفری آنها از روی خط حزبی و 41 کسی دیگر در حوزه‌های یک مندتی انتخاب می‌شوند. انتخابات پارلمانی در کشور 2 مارس سال آینده برگزار می‌شود. تا این دم تنها حزب حاکم خلق دموکراتی نامزدهای خود را اعلام کرد. هیچ یک از انتخابات‌ها در تاجیکستان از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا شفاف اعتراف نشدند. بینندگان عزیز، آیا شما به انتخابات پارلمانی می‌روید؟ لطفاً جوابتان را در زیر برنامه نویسید.
بعد از گزارش رادیوی آزادی درباره یک ساکن ضرردیده ناحیه واسع، مقامات به کمکش شتافتند. نظیرمد محمد علیف پیشتر شکایت داشت که خانه‌اش در سیل ضرر دیده است، اما مقامات برایش کمک نکردند. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده. اینجا برای نظیرمد محمد علیف خانه نو می‌سازند. او معیوب بوده ماهی مای خانه‌اش در دهه کوچه‌باغی ناحیه واسع از سیل ضرر دید. در آن سیل منزل نظیرمد به شدت آسیب دید ولی تخریب نشد. مقامات هنگام ارزیابی خسارات خانه او را بر روی خط 50% آسیب دیدگان وارد کردند. ماه اوگوست نظیرمد به رادیو آزادی گفت که هیچ کمک دریافت نکرده است. پس از انتشار گزارش رادیو آزادی مقامات برای کمک به او اقدام کردند. خود نظیرمد محمد علیف گفت که گزارش آزادی باعث شد کمک ها به او برسند. همه را آوردن دادم و بیچاره میان میگن برای چی سر نکردیسن کم ترک تبدیل موضوع همه مستو اینا بیچاره خانه‌اش میمونه میوید مقصد پیش ما میگه که اینا چیکار کنم چخلی کنم. خانه نو را برای نظیرمد در پهلوی خانه آسیب دیده‌اش میسازند. طبق نقشه خانه نو از 3 حجره عبارت خواهد بود. خیلی خانه کلان نکردم، همین 3 در خانه کردم. این شما دیدین اونجا کردم. انشالله خیلی خشت چیندن کم تریدم مونده انشالله بود میشه. سیل ماه می در دهه کوچه‌باغ یک خانه را پوره و 3 خانه را قسماً خراب کرد. در خانه های نیمه خراب جمیله سعیدова، جمشید شویموف، فاطمه رحمانova و نظیرمد محمد علیف سکونت داشتند. خانه فاطمه رحمانova نیز آن وقت آسیب دید. او ماه اوگوست شکایت کرده بود که مقامات به کمکش نآمدند. آن وقت خانم فاطمه در بیرون زندگی میکرد. پس از نشر گزارش رادیو آزادی به این خاندانها کمکی ضروری رسید. حالا ته کرسی خانه 3 حجرگی به فاطمه رحمانova ریخته شده است. کمک شده است. مقصد همین محصولات رو شاهدان کادست نمیشه. محصولات ای تخته، سمنت و چیزای کسمتیکی، کراسکا، گیپس کردن، همین چیزا. 2 خانواده آسیب دیده از سیل خوشحال هستند که سرانجام کمک ها به آنها رسید. با گرفتن کمک ادامه ساخت را با خزینه خود انجام می‌دهند. اما میگویند که دهشت سیل و روزهای سخت با بنیاد خانه های نو هم فراموش نمی شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، از دهه کوچه‌باغی ناحیه واسع. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ گفت اسرائیل با محروم کردن ساکنان غزه از آب دست به عمل نسل کشی زده است. اسرائیل اتهام نسل کشی در غزه را رد می‌کند. هومن رایتس واچ روز 19 دکبر گفت اسرائیل با پیشگیری فلسطینی‌های غزه از دسترسی به آب پاک آشامیدنی باعث مرگ هزارها نفر شده است و این عملش از جهت حقوقی برابر با نسل کشی و کشتار میباشد. در گزارشی که در سامانه این سازمان نشر شد، رفتارهای اسرائیل خلاف ارزش‌های انسانی و قانون‌های بین المللی نامیده شده است. اسرائیل به تکرار اتهام نسل کشی را رد کرده گفته است قانون‌های بین المللی را احترام قائل است و حق دارد بعد حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به قلمروش از خود دفاع کند. وزارت کارهای خارجه اسرائیل در صحیفه‌اش در ایکس نوشت حقیقت کاملا خلاف دروغ‌های هومن رایتس واچ است. هومن رایتس واچ بعد سازمان دیگر حامی حقوق انسان عفو بین الملل دومین تشکیلات با نفوذ است که در دوام یک ماه اخیر عملهای اسرائیل را در غزه نسل کشی نامیده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 دکبر را فرا می‌گیرد. 20 دکبر سال 2011 در جلسه سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی تقاضا شد که بی‌رضایتی کشورهای عضو این سازمان هیچ یک دولت اعضا نمی‌تواند به کشوری خارجی قلمروش را برای تأسیس پایگاهی نظامی فراهم کند. این در حالی بود که تا آن زمان روسیه بر اساس سازش‌های دوجانبه با تاجیکستان و قرقیزستان پایگاه‌های نظامی خود را در خاک این کشورها جای داد و امریکا هم می‌خواست حضور نیروهایش را در قرقیزستان تمدید کند. سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی را یک سازمان اساساً زیر نظر مسکو می‌نامند.
20 декабри соли 2013 думаи давлатии Русия қонунеро қабул кард, ки мегӯяд аз январи соли 2015 ҳама хориҷиёни хоҳишманди кор ё зиндагии муваққат дар ин кишвар бояд аз таърихи Русия имтиҳон супоранд. дар ҳоле ки довталабони кор дар Русия аз кишварҳои собиқ шӯравӣ аз ҷумла Тоҷикистон кам нестанд, бештари онҳо дар бахшҳое кор мекунанд, ки донистани ҳатмии таърихро тақозо намекунад. 20 декабри соли 1924 зодрӯзи Саъди Нисо Ҳафизова, як пизишки бемориҳои занона ва донишманди маъруфи тоҷик аст, ки барои рушди илми тибби Тоҷикистон саҳми зиёд гузоштааст. нақши ӯ барои таъсиси мактаби акушерию гинекологӣ дар Тоҷикистон хеле зиёд буда, аз соли 1980 то 1993 раёсати пажӯҳишгоҳи ҳифзи модару кӯдаки вазорати тандурустии Тоҷикистонро ба ӯҳда дошт. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 105 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org دریافت کنید. برایتان استراحت خوش خواهانم. خدا نگهدارتان.